صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. خداوندا تو را به خاطر دعوت فیض آمیزت از ما انسان‌های گناهکار شکر می‌کنیم و در برابر عظمت و قدوسیت و محبت بی پایانت صورت خیش را به خاک می‌افکنیم و ستایشت می‌کنیم. تو را شکر می‌کنیم که ما را مطابق اعمالمان تنبیه ننموده‌ای، در عوض با عطای رحمت خود ما را با تمام ضعف‌ها و عیب‌ها و خودخواهی‌هایی که داریم به سوی خودت دعوت می‌کنی. خدایا، دعوت تو یگانه امید ماست. اگر تو ما را نپذیری، امید ما بیهوده و آینده ما فنا است. ما را یاری بده که متوجه این واقعیت شده و دعوت تو را پذیرا باشیم و یوغ اوامرت را بر گردن خود نهاده و با جان از آن پیروی کنیم. زیرا فقط در این صورت است که به معنی و مقصود و هدف از آفرینشمون خواهیم رسید. بارالها، اکنون که توجه خود را معطوف به کلام مقدست می کنیم، استدعا می کنم که چشمان ما را بگشا تا از کلامت چیزهای عجیبی را بیابیم. این تمنا را به نام منجی بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده که اکنون در حضور توست و برای ما شفاعت می کند و مظهر راستی و قدوسیت و پاکی می باشد می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. عیسی مسیح می فرماید: من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح منجی زنده و نجات دهنده بشریت را مطالعه می کنیم تا راز ابدیت را یافته و نه فقط خالق خود را بهتر بشناسیم، بلکه اراده او را به طور کامل پیروی کرده و رضایتش را به دست بیاوریم. عیسی مسیح به این جهان آمد تا گناهکاران و گرانباران و ناامیدان را، تا اسیران تاریکی و ظلمت را دعوت به سوی خود کند. او دعوت خیش را از مردم جهان اینطور اعلام می کند و می فرماید: بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، من شما را آرامی خواهم بخشید. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا که حلیم و افتاده دل می باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت. زیرا که یوغ من خفیف است و بار من سبک. او همه انسانها را دعوت به حضور خودش میکنه.
او من و شما را دعوت می کند که از زیر بار گناهان که پشتهای ما را خم کرده و از رسومات مذهبی که همانند یوغ‌های سنگینی ما را در بند خود نگاه داشتن آزاد شویم. او آمده تا با تحمل کردن بارهای من و شما ما را آزاد سازد، زیرا او نجات دهنده و رهاننده بشر است. آیاتی که دعوت عیسی مسیح را بیان میکنه در فصل 11 از انجیل مقدس متی می باشد که در برنامه گذشته در مورد آن به تفصیل سخن گفتیم و دیدیم که امروز نیز عیسی مسیح همین دعوت را از من و شما می کند که تا فرصت باقی است به حضورش بیاییم و بار گناهان خود را به او بدهیم تا او به خاطر ما تحمل بشه و ما را آزاد کنه. دعوت عیسی مسیح در فصل 11 از انجیل مقدس به قلم متی حواری است که در برنامه گذشته به آن اشاره کردیم و در مورد آن به تفکر و تعمق پرداخته و دیدیم که امروز نیز عیسی مسیح از همه انسانها، از من و شما دعوت میکنه که به حضورش بیاییم و از بار سنگین گناهان آزاد شویم. او آمد تا کفاره گناهان من و شما را بپردازد. او نجات دهنده است. حالا توجه خود را به دنباله زندگی و تعلیمات عیسی مسیح جلب می‌کنیم و برای منظور از فصل 12 انجیل متی آیات شریف را خدمتتون می‌خوانم. اما قبل از قرائت آیات لازم می‌دانم که مجدداً توجه شما را به این واقعیت جلب کنم که حضرت متی قصد ندارد که شرح حال تمام روزها و ساعات زندگی عیسی مسیح را برای ما بیان کنه و نه اینکه مطالب را پشت سر هم آنطوری که به وقوع پیوستن به طور مرتب بازگو کنه، بلکه او می‌خواهد خوانندگان خود را متوجه پادشاه بودن عیسی مسیح کنه. در فصل 2 اون نشان میده که مسیح به عنوان پادشاه تولد شد و پیام موضع خود را به عنوان پادشاه پادشاهان بر بالای کوه بیان نمود که فصل 5 الی 7 کتاب به خود اختصاص داده. در فصل 8 و 9 شاهد قدرت معجزه‌آسای این پادشاه آسمانی هستیم که معجزات فراوانی از جمله زنده کردن مردگان را میبینیم. در فصل 10 و 11 متوجه میشویم که یهودیان این پادشاه سماوی را رد میکنن و بر اثر همین واقعیت بود که اختلافات شدیدی بین عیسی مسیح و رؤسای مذهبی آغاز میشه که فصل 12 یکی از این اختلافات را برای ما آشکار میکنه و آن موضوع کار کردن در روز سبت است. اگر کلام خدا را در اختیار دارید لطفاً آن را به فصل 12 انجیل متی بگشایید تا از آیه 1 تا 9 ابتدا براتون بخونم و سپس در مورد آیات توضیحات مختصری به عرضتون برسونم. کلام خداوند اینطور آغاز می شود. می گوید در آن روز عیسی در روز سبت از میان کشتزارها می گذشت و شاگردانش چون گرسنه بودند به چیدن و خوردن خوشه ها آغاز کردند. اما فریسیان چون این را دیدند بدو گفتند اینک شاگردان تو عملی می کنند که کردن آن در سبت جایز نیست. عیسی ایشان را گفت مگر نخوانده اید آنچه داوود و رفیقانش کردند وقتی که گرسنه بودند، که چطور به خانه خدا در آمده نانهای تقدمه را خوردند که خوردن آن بر او و رفقایش حلال نبود بلکه بر کاهنان فقط. و یا در تورات نخوانده اید که در روزهای سبت کهنه در هیکل سبت را حرمت نمی دارند و بیگناه هستند؟ لیکن به شما میگویم که در اینجا شخصی بزرگتر از هیکل است و اگر این معنی را درک می کردید که رحمت می خواهم نه قربانی، بیگناهان را مذمت نمی نمودید، زیرا که پسر انسان مالک روز سبت نیز هست. اگر معنی این را درک می کردید که رحمت می خواهم نه قربانی، بیگناهان را مذمت نمی نمودید، زیرا که پسر انسان مالک روز سبت هم هست. در این آیات ملاحظه می‌کنیم که عیسی مسیح در یکی از روزهای شنبه تابستان داغ به هنگام درو کردن محصولات از میان مزرعه‌های گندم عبور می‌کرد. روز شنبه روز تعطیل برای یهودیان است و آنان اجازه ندارند که در چنین روزی کار کنند. این روز روز استراحت محسوب میشه. این را خداوند امر کرده بود که یک روز را در هفته به استراحت بپردازند.
منتها در طول سالهای متمادی رؤسای دینی 1001 پیله به این قانون خدا وصل کرده بودند، به طوری که حتی میگفتند نباید مثلا از 150 قدم بیشتر در روز راه بروی و یا چیزی را حرکت بدهی. حتی مهیا کردن غذا را نیز منع کرده بودند و خانواده های مذهبی یهود غذای شنبه را روزهای جمعه آماده کرده و میکنند تا در آن روز کار نکنند. خدا فرموده بود روز استراحت باشه، ولی آنان 1001 امر به این دستور خدا چسبانیده بودند. به قول معروف شده بود کتابی از امر به معروف و نهی از منکر درباره روز سبت یا شنبه. این آیات میگوید که در چنین روزی، یعنی روز شنبه، روزی عیسی مسیح با شاگردانش از میان خوشه های گندم عبور میکردن. شاگردان چون که گرسنه بودند خوشه های گندم رو میگیرن، میذارن تو دستشون، اونو له میکنن، بعد کاه را از دانه ها جدا میکردن و گندم رو همینطوری میخوردن. رؤسای دینی یهود که همیشه عیسی مسیح رو دنبال میکردن و همیشه منتظر بودن تا عیسی را به قول معروف بیابن که خطایی میکنه، وقتی دیدن که شاگردان عیسی مسیح این کار رو میکنه و عیسی مسیح چیزی به آنها نمیگه، برگشتن به عیسی گفتن چرا شاگردان تو در روز سبت کاری میکنن که نبایستی انجام بدن؟ حالا اگر تو از طرف خدا هستی و تو به قانون تورات ایمان داری و احترام میگذاری، پس چرا شاگردانت دارن برخلاف قانون کار میکنن و تو حتی آنان را نکوهش نمیکنی؟ در عوض چه بسا داری تشویقشون میکنی. حالا دوستان عزیز، خوردن گندم شکستن سبت نبود، بلکه شکستن قانونهایی بود که مذهبیون در تعبیر امر خدا به آن اضافه کرده بودند. دقت کنید، شکستن قانون نبود در اونجا، بلکه شکستن قانونهایی بود که مذهبیون در تعبیر اوامر خدا به آن چسبانده بودند. عیسی مسیح در جواب سوال آنها و در دفاع از شاگردانش توجه افراد مذهبی رو به دو حادثه مهم میکنه که در خود تورات آمده و بی‌شباهت به عمل شاگردان خودش نبود. میگوید آیا در تورات نخوانده اید که وقتی داوود پادشاه و دوستانش گرسنه بودن چه کردن؟ آنها وارد خانه خدا میشن و نان مقدس خوردن که فقط کاهن‌ها اجازه داشتن اونو بخورن. بعد از آنها میپرسه آیا آن کار داوود قانون شکنی بود یا نه؟ میگوید چطور داوود این کار را کرد ولی جای انتقادی برایش نیست؟ چرا در مورد داوود انتقاد نمی کنید؟ و یا سپس میگوید مگر نمیدانید که باز در تورات آمده است کاهنان یا خدمتکاران عبادتگاه خدا اجازه دارند که حتی در روز شنبه کار کنند؟ حالا عیسی به آنان میگوید که ایراد شما بیهوده و غیر منطقیه و سپس با بیان این جمله برتری خود را بر داوود و مهمترین مکان در مذهب یهودیت یعنی عبادتگاه یا هیکل حضرت سلیمان اعلام میکنه. میگوید کسی که اینجاست از خانه خدا هم مهمتر است، یعنی از اون ساختمان هم مهمتره. دوستان، وقتی که او این کلمات را به زبان آورد، از نظر فریسیان عیسی کفر گفته بود، کافر بود. آنان نه فقط عیسی مسیح را محکوم به شکستن قانون سبت کرده بودند، بلکه به خاطر این جملاتش او را یک شخص کافر پنداختند، کافر شرعی که شایسته مرگه. در صورتی که عیسی جواب قانع کننده‌ای به آنان داده بود، ولی آنها حاضر به پذیرفتن جواب عیسی نبودند. عیسی برای اینکه به آنان ثابت کند که اصل را آنها رها کردند و به فر چسبیدند، از کتاب هوشع نبی از تورات مقدس آیه نقل قول میکنه و گفته خدا را بیاد آنها میآورد که آنچه خداوند از ما انتظار دارد رحمت و مهربانی و محبت است، نه اینکه مثلا این قانون روز سبت را بشکنیم یا نه. خدا در کتاب آسمانی فرموده است من گوشت قربانی و هدایای شما را نمیخواهم، که اشاره به رسومات مذهبیه. خدا میگه من این چیزها رو نمیخوام، آنچه من میخوام اینه که شما رحیم باشید. من از شما رحمت میخوام، رحم میخوام که نسبت به دیگر مهربان و رئوف باشید. و دوستان عزیز، امروز نیز خداوند همین اصل را به من و شما میگوید، همین تعلیم را به من و شما میگوید. خیلی از ما دلمون رو به این خوش کردیم که مثلا نماز میخوانیم، زیارت میرویم، روزه میگیریم، دستورات و رسومات مذهبی رو مو به مو اجرا میکنیم. چرا؟ چون خیال میکنیم این کارا رو بکنیم رضایت خدا را خوشنود ساختیم. به تمام جلسات مذهبی میریم و در آنها شرکت میکنیم
و غیره. خیالمون اینه که اگر این کارها بکنیم اون وقت خدا از ما راضیه. دوستان عزیز، یهودیان هم همین فکر رو داشتن. آنها خمس و زکات به خدا میدادن، دستورات مذهبی را به مراتب از من و شما بیشتر انجام میدادن و کاملتر، قربانی میکردن. منتها چی؟ دلشون پاک نبود. کارهای مذهبی را یک وظیفه شرعی که باید آن را انجام بدهند میدانستند، بنابراین اون را انجام میدادن. حالا خدا با آنها میگه این چیزها سنار نمیارزه اگر رحمت و مروت ندارید، اگر شما محبت و گذشت و فروتنی در دل خود ندارید، هر چقدر هم مذهبی باشید این کاراتون سنار ارزش نداره. خداوند رحمت میخواهد برای یکدیگر. خدا میخواد که در دلمون رحیم باشیم، مهربان باشیم، گذشت داشته باشیم، فروتنی داشته باشیم، به قول خودمون کوچک باشیم. و امروز دوستان عزیز، خداوند به من و شما میگوید اگر قلبمون از محبت و گذشت و رحمت پر نباشه، شب و روزتان را در اجرای رسومات مذهبی به سر بیاورید، همش بیهوده و باطله. و محبت زمانی در قلب ما جای میگیرد که خودمون محبت خدا را چشیده باشیم. عیسی مسیح آن محبت خداست. وقتی عیسی مسیح این جملات را به رؤسای دینی میگوید، بغض و کینه در دلهای رؤسای مذهبی شعله‌ور میشه. و از این پس میبینیم که این اختلاف روز به روز و ساعت به ساعت دامنه دارتر میشه، وسیع‌تر میشه، به طوری که بعد از حادثه‌ای که از آیه 9 آمده است، رؤسای دینی دیگه پی این نبودن که حقیقت را در مسیح بیابند، بلکه یک هدف نهایی داشتند و آن این بود که به نحوی عیسی را سربنیز کنند و بکشند. چرا؟ چون اعمال و گفتار و وجودش مخالف منافع شخصی آنان بود. و مردم کم کم می‌دیدن که چگونه این معلمین مذهبی با حرفای خودشون و با قانونهای من درآورده‌شون آنان را اسیر ساختن. در واقع عیسی مسیح برای آنان نوری بود که اسیر بودنشون را آشکار می‌کرد و این منافع رؤسای مذهبی را شدیداً به خطر انداخته بود. و ای عزیزان، یکی از علتهای مخالفت مردم دنیا با عیسی مسیح در همین است، در نور است. زیرا در این نور الهی است که تاریکی های زندگی مردم آشکار میشه. در نور است که همه چیز معلوم میشه و دنیایی که ما در آن زندگی میکنیم مطابق کلام خدا در ظلمته و مردم هم در تاریکی هن و بین نور و تاریکی هیچ گونه همکاری و مشارکت و دوستی نمیتواند باشه. وقتی که نور میتابه، تاریکی فرار میکنه. بنابراین وقتی که ما میخوایم پاک و مقدس زندگی کنیم، شما میخواهید پاک و عادل باشید، مردمی که در گناه هستند شروع به مسخره و آزار و جفای شما خواهند کرد. اجازه بدید به اتفاق بعدی که سبب شد یهودیان در پی قتل عیسی مسیح باشند اشاره کنم و آیات را براتون بخونم. تمنا میکنم خودتون قضاوت کنید، ببینید که آیا به خاطر این کار مسیح شایسته مرگ است یا نه. از آیه 9 فصل 12 از انجیل مقدس به قلم متی حواری خدمتتون میخونم. میگوید و عیسی از مزرعه گذشته وارد کنیسه ایشان شد یا عبادتگاه ایشان که ناگاه شخص دست خشکی حاضر کردند. پس رؤسای دینی از عیسی پرسیدند که آیا در روز سبت شفا دادن جایز است یا نه. این را پرسیدند تا ادعایی بر وی آورند. حالا دوستان عزیز، جریان از این قرار بود که وقتی عیسی از مزرعه میگذره و وارد شهر میشه، وارد عبادتگاه کنیسه یا عبادتگاه یهودیان میشه، میره اونجا تا مردم را تعلیم و بشارت بده و از آیات تورات براشون بخونه و نشون میده که چگونه کلام خداوند در او به کمال میرسه. حالا رؤسای دینی یک مردی رو که دستش خشک بود میگذارن جلو در عبادتگاه تا وقت مسیح بیاد از او عیب و ایراد بگیرن. جالب اینه بدون اینکه خودشون متوجه بشن، با این کار عملاً ثابت میکنن که به قدرت شفابخش عیسی مسیح معتقدن. برای همین بود که یک مرد دست خشکی رو میارن اینجا تا ببینن آیا مسیح اون رو شفا میده یا نه. وقتی که مسیح وارد اون منطقه میشه، از عیسی سوال میکنن که آیا شفا دادن در روز شنبه یا سبت از نظر شرعی جایزه یا نه. و امیدوار بودن که عیسی مسیح بلافاصله بگوید بله، تا اون وقت او رو دستگیر کنن. چرا؟ چون به همه مردم گفته بودن اگر کسی در روز شنبه یا سبت کار کنه شایسته مرگه. ولی گوش کنید جواب عیسی مسیح چی بود. عیسی از ایشان پرسید
کیست از شما که یک گوسفند داشته باشه و در روز سبت به حفره افتد و او را بیرون نیاورد؟ پس چقدر انسان از گوسفند افضلتر است؟ بنابراین در سبت‌ها نیکویی کردن رواست. عیسی مسیح برای اینکه جواب را از خود آنها بگیره، از آنان در قبال سوالشون سوال دیگری میکنه. میگوید اگر یکی از شما یک گوسفندی داشته باشه و در روز شنبه یا روز استراحت سبت این گوسفند به داخل چاه و یا حفره بیفتد، آیا شما اون رو از چاه بیرون نمی آورید؟ جواب این بود که البته این کار را خواهیم کرد. بعد عیسی مسیح میگوید بدانید ارزش انسان به مراتب بیشتر از یک گوسفنده. یعنی اگر شما در روز شنبه نجات دادن گوسفندی رو روا می‌دانید و نسبت به یک حیوانی رحم می‌کنید و خوبی می‌کنید، آیا ارزش انسان بیشتر از یک گوسفند نیست و نباید نیکویی کرد؟ به خاطر اینکه مثلا امروز روز شنبه یا سبت هست. بعد میگوید در روز سبت یا روز استراحت نیکی کردن رواست، جایزه. در واقع عیسی مسیح میگوید هیچ قانونی نباید مانع نیکویی کردن و خدمت کردن انسانها شود. هیچ قانونی نباید مانع نیکو کردن و خدمت نمودن باشه. و در دنباله این موضوع آیه 13 و 14 اینطور میگوید آنگاه عیسی آن مرد را گفت دست خود را دراز کن. پس آن مرد دراز کرده دستش مانند دیگری صحیح گشت. یعنی مسیح با کلامی دست آن مرد خشک را شفا می‌دهد. اما فریسیان یا رؤسای دینی مذهبی بیرون رفته بر او شورا نمودند که چطور او را هلاک کنند. حالا این آیات نشون میده که وقتی عیسی عملاً به آنها میگوید که نیکویی کردن حتی در روز شنبه یا استراحت هم جایز است، رو به مردی که دستش خشک کرده بود گفت بلند شو، دستتو دراز کن و اون دست خشک شفا پیدا میکنه. شفا دادن این مرد سبب خشم و نفرت رؤسای دینی میشه. چرا؟ چون مسیح این را در روز شنبه انجام داده بود. آنان به جای اینکه خدا را شکر کنند، آنان به جای اینکه خدا را حمد و ثنا بگویند که یک بنده‌ای شفا یافته، سالم شده و قدرت خدا آشکار گردیده، عصبانی میشن، خشمناک میشن و میگویند چرا عیسی مسیح قانونی که خودشون درست کرده شکسته. ببینید آدمی چقدر باید پست باشه که این چنین عکس العمل احمقانه‌ای داشته باشد. و ای عزیزان این نشون میده که آدم از خدا دوره. انسان قادر نیست دست خدا را در کارهای روزمره ببینه و شخصی که متعصب باشه چشمانش را نسبت به این حقیقت بسته است. درست مثل این رؤسای مذهبی. آنان بزرگان دین بودن، آنان کسانی بودن که بایستی مردم را یاری بدن، کمک کنن. دست مهربانشون بایستی آنان بیچارگان را بلند کنه و به اصطلاح پشتیبان آنها باشه، ولی نمیتونستن ببینن که یک کسی که دستش خشکه در روز شنبه شفا پیدا کنه. آنها قادر نبودن لطف خدا را که شامل حال این مرد شده بود ببینن. در عوض این خشم و نفرت و این کینه‌ای که در دلشون داشت شعله ور میشه. فقط یک چیز رو میتونستن ببینن و آن این بود که مسیح در روز شنبه این کار را کرده است. به راستی که انسان متعصب کودن و کور است و این تعصب ما را از راه راستی به دور میکنه و بصیرت روحانی را از بین میبرد. شفای آن مرد رابطه بین عیسی مسیح و رؤسای مذهبی شکراب کرد. او عبادتگاه را ترک میکنه و به سوی شهر خودش میره. مردم که شاهد قدرت معجزه‌آسای مسیح شده بودند به دنبال او روانه میشن. مریضان بسیاری که در میان جماعت بودند به حضورش میان و او آنها را شفا میدهد و از آنان میخواست که درباره معجزات او با کسی صحبت نکنند. چرا؟ چون هدف و مقصود مسیح نبود که اسم خودش رو شهرت بده و یا به یک مقامی برسه، بلکه او آمد تا نام خدا را جلال بدهد، تا مردم را متوجه قدرت خدای تعالی در میان زندگیشون کنند. او برای معروف شدن این معجزات را نکرد، بلکه او در کمال فروتنی مطلق زندگی میکرد و میخواست مردم را خدمت کند. او برای خدمت آمده بود. قدرت او برای خدمت کردن مورد استفاده واقع میشد و نه برای شهرت یافتن و مقام پیدا کردن، بلکه برای خدمت کردن دیگران.
متی حواری کارها و معجزات عیسی مسیح و نحوه زندگیش را در واقع به انجام رسیدن و کامل شدن پیشگویی‌هایی می‌داند که حضرت اشعیا نبی 700 سال قبل از ظهورش اعلام کرده بود، به طوری که میگوید وقتی مسیح همه مریضان را شفا داد و آنان را تشویق به سکوت می‌کند و از آنان می‌خواد که او را شهرت ندهند، می‌فرماید تا تمام گردد کلامی که به زبان اشعیا نبی گفته شده بود که اینک بنده من که او را برگزیده ام و حبیب من که خاطرم از وی خرسند است، روح خود را بر وی خواهم نهاد تا انصاف را بر امتها اشتهار نماید. نزاع و فغان نخواهد کرد و کسی آواز او را در کوچه ها نخواهد شنید. نی خرد شده را نخواهد شکست و فتیله نیم سوخته را خاموش نخواهد کرد تا آنکه انصاف را به نصرت برآورد و به نام او امتها امید خواهند داشت و به نام او امتها امید خواهند داشت. خدا شهادت می‌دهد که عیسی مسیح مایه شادی و خرسندی اوست. خدا شهادت می‌دهد که او را از اوامر الهیش پر کرده، از روح قدوسش پر کرده، برای که تا ملت‌ها را داوری کند. هم در تورات و هم در انجیل مقدس بارها اشاره شده که داوری جهان را خدا به دست عیسی مسیح سپرده، چون روح خیش را بر او نهاده. می‌فرماید عیسی مسیح نه می جنگد و نه فریاد می‌زند و نه به مظلومی آزار می‌رساند. او مردم را اگر حتی امید بسیار کوچکی داشته باشند ناامید از درگاه خدا رد نمی‌کنه. او خود امید آنان خواهد بود و با پیروزیش، با قدرت محبت و جانبازیش بی‌عدالتی ها و ظلم ستم ها را نابود خواهد ساخت. او عدالت الهی می باشد و مایه امید تمام ملت های جهان. خوشا به حال کسانی که متوجه نور خدا شده و از او بخواهند که قلب هایشان را منور سازد. و امروز ای برادر من و ای خواهر من، اگر ناامیدی، اگر افسرده‌ای، اگر ماتم زده و بیماری، اگر دل مریضی داری، اگر تمام قوانین مذهبی را انجام میدهی با وجود این هنوز قلبت خالی از امید و آرامش الهیه، ما از شما دعوت میکنیم که به سوی عیسی مسیح بیا و از او تمنا کن تا تو را شفا دهد، تا به تو امید بدهد. او دعوت میکنه که به حضورش بیایی و اگر شما بخواهی او به حضورت میاد. پس شما دعوت آسمانی او را رد مکنید. خدای مهربان توفیق عنایت فرماید که حقیقت را یافته و از آن پیروی کنید. خدا یارتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.